اومدیم پارک. بعد نمیدونم صداش میاد یا نه، تو این آلاچیق پشتی دقیقا پشت سر من یه اکیپ خانوما اومدن بزن و برقص، فکر کنم تولد یکیشون هستش. بعد ما اینجا منتظر یه سری افراد هستیم. به گفتم که آره اگه اینا یه نشونه، یه توک سربالا، یه اصلا یه ذره تعارف بزنه، من درجا میرم پیششون. همینقدر دل من شاد. چطورید؟ با یه ولاگ دیگه با من خوش اومدین. امروز دوشنبه است، 25 خرداد ماه. این 3-4 روز برخلاف چند ماه اخیر که من کلا خیلی درگیر درس خوندن و مثلا کلا تایم زیادی از زندگیمو صرف درس خوندن کرده بودم، یه چند روزی اومدم به خودم استراحت بدم و ولاگ این سری ولاگمون کلا یه ولاگ ریلکس توره دیگه. بعد دیروز با زنداداشم و با برادرزادم رفته بودیم پارک که ویدیوهاشو براتون گذاشتم. امروزم بانک کار داشتم، با موهامم کوتاه کردم برای تابستون، یه صفایی به موهام دادم. بعد الان با دوستم میخوام برم بیرون بعد از مدت ها، ببینیم دیگه چی میشه دیگه. با من همراه باشین. سلام بچه‌ها، صبحتون بخیر از فردای دیروز. من دیروز با دوستم رفتم بیرون، بعدش دیگه نشد براتون ولاگ بگیرم، ویدیو بگیرم، یا این یادم رفتش. امروز میخوام برم یه سری خرید برای تابستون دارم، چیزایی که لازم دارم و تهیه کنم. بازارم میخوام بهتون نشون بدم، بعدش ببینیم چی میشه دیگه.